بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی یوم الدین. خب، ما در جلسات گذشته بعد از اینکه مقدمات رو گفتیم، آیات مربوط به ذوالقرنین رو مرور کردیم، بعد اومدیم و مقدماتی رو در باب علم حدیث گفتیم و بعد از اینکه اون دو مقدمه رو تمام کردیم وارد احادیث شدیم. ببینیم احادیث چه مشخصاتی از ذوالقرنین برای ما ارائه میکنن، چون اون چیزی که در قرآن برای ما معلوم شد معدودی موارد قطعی بود و تعداد قابل ملاحظه‌ای مواردی که حالتهای مختلفی براش امکان پذیر بود و ما همچنان بلا تکلیف مونده بودیم. ببینیم بالاخره با روایات میتونیم مسئله حل کنیم یا خیر. بعد از اینکه روایات تمام شد، که البته باز تأکید میکنم چندین جلسه طول خواهد کشید، به تاریخ و مورخین و عرض کنم که یافته های باستان شناسی و غیره هم انشاءالله خواهیم پرداخت، همینطور که ناچاریم یک نگاه خوبی هم به کتاب عهد عتیق داشته باشیم. ما در بحث احادیث همونطور که دوستان حضور ذهن دارن انشاءالله قرار شد که ابتدا روایات غیر معتبر رو با هم دیگه بخونیم. 10 روایت رو خوندیم و امروز میخوایم روایت 11 رو بخونیم. آیه بهادری اگر زحمت بکشن حدیث 6757 در البرهان هستش، اینجوری شاید سریعتر پیدا بشه. حدیث 6757 یعنی 6757 در البرهان. این حدیث رو مرحوم علامه بهرانی از کتاب کمال الدین شیخ صدوق روایت میکنه که میشه جلد 2 صفحه 393 اصلاح میکنه. حدثنا احمد بن محمد بن الحسن البزاز قال حدثنا محمد بن یعقوب بن یوسف قال حدثنا احمد بن عبد الجبار العطاردی قال حدثنا یونس بن بکیر عن محمد بن اسحاق بن یسار المدنی عن عمرو بن ثابت عن سماک بن حارث اصلاح میکنم عن رجل من بنی اسد. خب، قال سألت رجل علیا. این رجل بنی اسدی، این فرد بنی اسدی میگه که یه نفری سوال کرد از علی علیه السلام. ابتدا طبق روایت بخونم: ارأیت ذا القرنین کیف استطاع ان یبلغ المشرق و المغرب. شما نظرتون چیه در رابطه ذوالقرنین که چگونه تونست به شرق و غرب عالم برسه؟ چگونه این اتفاق افتاد؟ قال علیه السلام، امام فرمودند: سخر الله له السحاب و مد له فی الاسباب و بسط له النور فکان اللیل و النهار علیه سواء. ادعا میشه که امیرالمومنین در جواب فرمودند که خداوند ابر رو به تسخیر او در آورد و اسباب رو برای او فراهم نمود، حالا یا گسترد، و نور رو برای او گسترانید به گونه ای که شب و روز برای او مساوی بود. که اگر خاطرتون باشه ما شبیه این مفهوم رو توی یکی دو تا روایت قبل هم در جلسات قبل خوندیم داشتیم که همون گونه که در روز ما میتونیم ببینیم او در شب میتونست ببینه. حالا اینکه سحاب چیست که به تسخیر او در آمد، باز روایت قبل از این در مورد سحاب داشتیم، سحاب سخت و سحاب نرم و اینها، و اینکه اسباب چیه و امثال اینها. ببینید اگر این روایت معتبر می بود خب ارزش داشت که روش وقت بگذاریم و بحث بکنیم که اینها به چه معنی میتونه باشه. آیا سحاب صرفا همین ابری است که در آسمان بارانزا و غیر بارانزاست، یا نه مثلا چیزهای دیگه هم ممکنه مصداق سحاب باشه؟ اینا رو فعلا چون این روایت معتبر نیست ما کنار میگذاریم. حالا عرض خواهم کرد چرا معتبر نیستش.
اگر یه زمانی در روایات معتبر بهش خوردیم انشاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد، کما اینکه در مباحثات تاریخ عصر ظهور گفتگوهایی در این زمینه داشتیم، چون اونجا روایات معتبری داشتیم که در رابطه با سحاب صحبت می‌کرد، حالا هم در اسباب که البته نبودش. خب حالا چرا این روایت معتبر نیستش؟ ببینید رو مبنای بنده احمد ابن محمد ابن حسن البزاز به واسطه توثیق میشه، به واسطه شیخ صدوق و اینکه از مشایخ شیخ صدوق هستش، ولی از منظر خیلی ها ایشون مجهوله. حالا من رو مبنای خودم نفر اول رو توثیق میکنم بر اساس توثیقات عام، اما محمد ابن یعقوب ابن یوسف، احمد ابن عبدالجبار العطاردی، عرض کنم که یونس ابن بکیر، سماک ابن حارس و رجل من بنی اسد، اینا همه مجهولن. یعنی من که حالا تو مبنای خودم هستش 6-7 تا مجهول تو این حدیث دارم، رو مبنای بعضی دیگه از آقایون تازه یه دونه دیگه بهش اضافه میشه، مجهول از مجهول از مجهول از مجهول، داره ادعا میکنه که یه نفری اومد از امیرالمومنین همچو سوالی رو پرسید و امیرالمومنین هم همچو جوابی رو به ما دادش. خب طبیعتا طریقش به معصوم علیه السلام معتبر نیست و ما خیلی وقت خودمون رو صرف این نمی کنیم، هرچند منکر قدرت الهی نیستیم. خدا اگه بخواد همین ابر رو هم میتونه به تسخیر در بیاره و در اختیار افراد قرار بده، بله مثلا ما منکرش نیستیم، ولی این روایت معتبر نیست و در نتیجه ما این رو کنار میذاریم. آقای بهادری دست شما درد نکنه. این رو هم اضافه کنم که این حدیث رو مرحوم قطب راوندی هم در الخرائج و الجرائح جلد 3 صفحه 1174 از قول امام عسکری روایت کرده که اونم مرسله، یعنی یهو تو قرن 6 و 7 و 8 ادعا شده که امام عسکری علیه السلام در نیمه قرن سوم همچین چیزی رو گفتن. 400-500 سالی فاصله هست و این هم معتبر نیستش. میریم سراغ حدیث 12 میشه حدیث 9098 اگر زحمتش رو بکشید. 98 این حدیث رو مرحوم علامه بهرانی از علل الشرایع نقل کرده. علت این که من حالا مرحوم بهرانی رو مطرح میکنم هم که ارادت زیادی خدمت ایشون دارم، با اینکه ایشون اخباری خیلی شدید و غلیظی بوده، عرض کنم که و خب از این نظر ما آبمون با هم دیگه توی جوب نمیره، ولی خب ایشون یک شخصیت بسیار عالم با تقوا توی در تاریخ نقل میکنن و تفسیر البرهان هم تفسیری است که به هر حال جامعه. البته ما روایات متعددی در تراث شیعه داریم، در مثلا در همین ذوالقرنین که متاسفانه در البرهان نیست، ولی حالا من چون میخوام یه ذکر و نامی هم از ایشون بشه این رو هم عرض میکنم. در ضمن این رو هم عرض بکنم متنی که من براتون میخونم از اصل کتاب هستش، لذا در بعضی موارد ممکنه با اون چیزی که مرحوم بهرانی ثبت کرده متفاوت باشه، چون نسخه هایی که الان در اختیار ما هستش اینها نسخه های تصحیح شده است، در حالی که نسخه های اون زمان ممکن بوده تصحیح شده باشه، ممکن بوده تصحیح شده نباشه. مثلا مرحوم مجلسی نسخه ها رو تصحیح می‌کرده، در حالی که نسخه‌ای که دست مرحوم شیخ خرعاملی بوده و وسائل رو با اون تنظیم کرده یه مقداری از دقت کمتری برخوردار بوده. البته این که میگم تو موارد معدود هستش، تو مثلا در 30 جلد وسائل ممکنه مثلا 100 صفحش این تیکه مثلا باشه از چند مثلا چند هزار صفحه. ایشون اهل بحرینه و این بحران هم در از همون بحرینی است که به لهجه عربی بحرانی گفته میشه. مزارشون هم در بحرین هستش و عرض کنم که من نرفتم اونجا، ولی دوستانی که تشریف بردن و گهگداری حالا قدیم‌ترها چون چند وقتی که رفت اومد اونجا کمی محدودیت پیدا کرده میگن مزارش هست و بازه و میشه رفت و آمد و مشکل خاصی هم حکومت اونجا حداقل تا چند سال پیش ایجاد نمی‌کرد. بله ایشون اهل بحرینه. خب علل الشرایع جلد 1 صفحه 71 مرحوم شیخ صدوق میگه حدثنا احمد بن یحیی المکتب قال حدثنا احمد بن محمد الوراق ابو الطیب قال حدثنا علی بن هارون الحمیری قال حدثنا علی بن محمد بن سلیمان
سلیمان النوفلی قال حدثنا ابی عن علی بن یقطین قال قلت لابی الحسن موسی بن جعفر. به یه طریق این حدیث میرسه به علی بن یقطین که از اعاظم اصحاب امام کاظم علیه السلام هستش. این آقا میگه که خدمت امام کاظم علیه السلام عرض کردن ایجوز ان یکون نبی الله عز وجل بخیلا، آیا میشه، آیا مجازه، آیا قابل قبوله که نبی الله عز وجل بخیل باشه؟ بذارید من اول در تو سند این حدیث بگم، چون این حدیث یه نکته جالبی داره. ببینید سند حدیث خب معتبر نیست. اینم بگم که مرحوم شیخ صدوق همین حدیث رو با همین سند در معانی الاخبار هم نقل کرده، صفحه 353. ببینید رو مبنای من احمد بن یحیی المکتب، احمد بن یحیی الوراق و علی بن محمد بن سلیمان النوفلی به واسطه توثیق میشن، هرچند ممکنه بر مبنای بعضی از آقایون مجهول باشن. اما منم که تازه این ستا رو توثیق میکنم، با علی بن هارون حمیری و پدر علی بن محمد بن سلیمان نمیتونم کنار بیام و هیچ راهی برای توثیق این دو نفر ندارم. پس این حدیث به واسطه 2 تا 5 نفر، رو مبنای من 2 نفر، رو مبنای بعضی دیگه از آقایون تا 5 نفر مجهول غیر معتبر به حساب میاد و انتساب این فرمایشات به معصوم علیه السلام که اینجا امام کاظم هست معتبر نیست. حالا حدیث رو هم بخونیم. ادعا می شود حتی خود علی بن یقطین از اعاظم ها، یعنی این بلا خلاف از بزرگان و اجلای ثقات مکتب امامیه هستش. ادعا میشه که آقای علی بن یقطین میگه خدمت امام کاظم علیه السلام عرض کردم که آیا نبی الله میتونه بخیل باشه؟ باز من اینجا یه پرانتزی رو باز بکنم در رابطه با نبی، نکته ای رو عرض بکنم. ببینید نبی رو برای ماها از دوران کودکی به معنای از ریشه نبعه، پیام و خبر، به معنای پیام رسان معنا کردند، در حالی که وقتی به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که در رابطه با ریشه نبی اختلاف نظر وجود داره. بعضی از اهل لغت معتقدند که نبی ریشش از نبع است، بعضی ها معتقدند که ریشش از نبوه است. نبع خب خبر میشه، اما نبوه به معنای برجستگی، برگزیدگی، شاخص بودن و یه همچین چیزهایی میشه. در نتیجه ما باید یک کار پژوهشی انجام بدیم، ببینیم که آیا نبی از ریشه نبعه یا از ریشه نبوه است. اگر از ریشه نبعه باشه میشه پیام رسان، اگر از ریشه نبوه باشه میشه فرد برگزیده، فرد شاخص، فردی که یه ویژگی هایی داره که دیگران ندارند. خب ما وقتی به اهل لغت مراجعه میکنیم میبینیم که بعضیا اینو گرفتن، بعضیا اونو گرفتن، حتی در گذشته های خیلی دور که برای ما یه اعتبار خاصی داره در لغت، یعنی هرچه لغتنامه ها به دوران مثلا روایات یا حتی به دوران آیات نزدیک‌تر باشن بالاخره یه اولویتی پیدا میکنن. میبینیم هر دوتا رو گفتن ولی یکیش مشهور شده. اما در این بین ما یک روایت معتبری داریم که من اون روایت الان در ذهنم نیست، شاید یه موقعی اگه در ذهنم بمونه و پیداش بکنم براتون بیارم، ولی یک روایت معتبری داریم که معصوم علیه السلام نبی رو از ریشه نبوه میدونه و در نتیجه میشه برگزیده خدا، کسی که شاخص بوده و خدا او رو برگزیده. حالا بین ما مشهور شده به عنوان پیامبر و جالب اینجاست که ما وقتی نبی رو به عنوان برگزیده و فردی که شاخص هستش معنا بکنیم یک بار معنایی دیگری پیدا میکنه. اگر به معنای پیام رسان معنی کنیم یه بار معنایی دیگه پیدا میکنه که البته هیچ کدوم غلط نیست ولی به هر حال بار معنایی متفاوته. و همین جهت من از دوستان خواستم وقتی دارن قرآن رو ترجمه میکنن یا روایات رو ترجمه میکنن نبی رو از جزء کلماتش گفتم اینها رو معنی نکنید و بذارید همون نبی فعلا بمونه. حالا از امام کاظم ادعا میشه که سوال کرد علی بن یقطین که آیا نبی الله میتونه بخیل باشه؟ امام هم در جواب میفرمایند که خیر. فقلت له، به ایشون میگه عرض کردم، فقول سلیمان
رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی ما وجهه و ما معناه. میگه که خدمت امام عرض کردم پس این کلام سلیمان علیه السلام که در قرآن اومده، خود رب اغفر لی، خدایا بر من ببخشای، بر من بیامرز و به من ملکی بده که احدی بعد از من رو سزاوار نباشه. وجهش چیه؟ معناش چیه؟ این بخل دیگه، یه ملکی به من بده، یه حکومتی به من بده که هیچ کی بعد من نداشته باشه، شایسته هیچ کس بعد از من نباشه. عرض کنم که بله، نبی و رسول هم در حالاتشون تفاوت هست که ما اتفاقا در همین بحث ذوالقرنین بهش خواهیم رسید. در رابطه با تفاوت نبی، رسول و مرسل صحبت خواهیم کرد. یه بحث نسبتاً، یعنی یک پرانتز مفصلی داریم در رابطه با این موضوع. چندین روایت رو من خدمتتون عرض خواهم کرد و بررسی میکنیم. فعلا در مورد نبی داره صحبت میشه. یک حالا نبی اجمالاً بدونید که یک مرتبه از رسول پایین‌تر به حساب میادش. خب عرض کنم خدمتتون که این رسالت یک مرتبه‌ای بالاتر از نبوته. هر رسولی نبی هست اما هر نبی رسول نیست. حالا فرقش بماند. خب عرض کنم خدمت شما که پس سوال این شد که خدا از قول سلیمان تو قرآن میگه که پروردگارا بر من بیامرز و یک حکومتی به من بده که شایسته هیچ کس بعد از من نباشه. ظاهرش این معنی رو میده. میگه این وجهش چیه؟ اینکه نشان از بخله، یعنی یه چیزی به من بده که به هیچ کی نده. معناش چیه؟ فقال الملک ملکان. امام میفرمایند که حکومت دو جوره. ملک مأخوذ بالغلبه و الجور و اجبار الناس. یه حکومتی است که به واسطه تسلط، جور و اجبار مردم خلاصه گرفته میشه، به دست میادش. و ملک مأخوذ من قبل الله تعالی ذکره. اما یک ملکی هم هست که از جانب الله تعالی ذکره دریافت میشه، گرفته میشه، که ملک آل ابراهیم و ملک طالوت و ملک ذوالقرنین. مانند ملک آل ابراهیم، ملک طالوت و ملک ذوالقرنین. فقال سلیمان، حالا سلیمان چی گفتش؟ هب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی ان یقول انه مأخوذ بالغلبة والجول و اجبار الناس. یعنی سلیمان گفت عطا کن به من ملکی که سزاوار نباشد به احدی که بگوید مأخوذ به غلبه و جور و اجبار ناسه. فسخر الله عز وجل له الریح تجری بامره رخاء حیث اصاب. خداوند باد رو به تسخیر او در آورد که به جریان بیفته به امر او هر گونه که او خلاصه اراده میکنه. ببینید حدیث ادامه داره و مفصله. منتها دیگه من ادامهش رو نیاوردم چون در مورد حضرت سلیمانه و بحث فعلی ما هم در رابطه با حضرت سلیمان علیه السلام نیستش. اون چیزیش که برای ما هست ملک ذوالقرنینه. خب ببینید حدیث که گفتم معتبر نیستش واقعا. شاید غیر از اخباری ها کسی این حدیث رو عرض کنم که معتبر نداند. حالا از اخباری هم جداست، ما که اخباری نیستیم، ولی اگر اخباری بودید خود دارید. اما چند تا نکته به بهانه این حدیث غیر معتبر عرض بکنم. ببینید عزیزان، این رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، این که خب یه قسمتی از آیه 35 سوره صاد هستش. بعضی از افراد یا شاید بگیم بعضی از اخباری ها از این حدیث استفاده کردن برای اینکه بگن این هم مصداقی است و موردی است از اینکه قرآن تحریف شده و تحریف به حذف شده، تحریف به کسر شده، یعنی یک عبارتی از قرآن افتاده. چجوری؟ تصورشون بر این بوده که این ان یقول انه مأخوذ بالغلبة والجور و اجبار الناس جزء آیه بوده و خب الان نیست. ببینید حالا فارغ از اینکه حدیث معتبر نیست، حتی اگر کسی اخباری باشه و این حدیث رو هم معتبر بداند،
باز ما یه سوال مطرح میکنیم، اینکه آقا ممکنه این ان یقول انه مأخوذ بالغلبة والجور و اجبار الناس جزء آیه بوده باشه و منظور امام این بوده باشه، اما ممکن هم هست توضیح امام علیه السلام بوده باشه. این ممکنه، اینم ممکنه. پس ما نمیتونیم ازش برای اثبات تحریف استفاده بکنیم، چون باید مطمئن باشیم که این جزئی از آیه است و امام دارن این رو به عنوان جزئی از آیه میخونند. یه بار دیگه عرض میکنم، با فرض اینکه ما اخباری باشیم که نیستیم و این حدیث رو معتبر بدانیم که نمیدانیم، میگیم بله ممکنه این ان یقول انه فلان در امام دارن به عنوان ادامه آیه میخونند، ممکنه. ولی ممکن هم هستش که این توضیح و عبارت امام در بیان این لا ینبغی لاحد من بعدی باشه، چون این امکان وجود داره. به قول ما آخوندا اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، وقتی پای احتمال وسط کشیده میشه دیگه استدلال باطل و قابل قبول نیستش. این یک نکته. نکته بعدی اینه که ما اگر بیایم این ملک رو مثل ملک طالوت بگیریم، ملک طالوت یه حکومت دنیوی بود، همین پادشاهی بودش، یا بیایم که ملک آل ابراهیم بگیریم، چون ملک آل ابراهیم همشون پادشاه نبودن. پس ملک ممکنه به معنی پادشاهی باشه، ممکنه به معنای غیر پادشاهی باشه، که البته درست این روایت معتبر نیستش، اما در ادبیات عرب ملک به هر دو معنا به کار میره. مثلا اگر فردی باشه که محبوب دلها باشه، برای این تسلطی که بر دلها داره از ملک استفاده میکنن. پس یادمون باشه هر جا لفظ ملک اومد دلیل بر این نیست که منظور حکومت ظاهری است. حالا اگر کسی این روایت رو معتبر بدونه، این سوال رو باید ازش بپرسیم که آیا ملک ذوالقرنین ملحق به ملک طالوته که یک حکومت به معنای متعارفش بود، یا ملحق به ملک آل ابراهیمه که آل ابراهیم بسیاریشون هیچ حکومتی نداشتن، دو تا فرزندش اسماعیل و اسحاق که نداشتن، فرزندان اسماعیل نداشتن، فرزندان اسحاق حتی حضرت سلیمان نداشت، تا برسه حالا به یه تعداد خاصی از پیامبران مثل سلیمان و داوود و طالوت، اینها که بالاخره اینها از آل ابراهیم هستن. پس تازه ملک ذوالقرنین معلوم نیست آیا ملحق به ملک طالوت است و حکومت به معنی متعارف در فارسیش شامل میشه، یا ملحق به ملک آل ابراهیم است که حالا حکومت بر دلها و حالا چیزهای دیگر رو شامل میشه، یا هر دوشه، که البته باز چون روایت برای ما معتبر نیست فعلا بیش از این نیازی به صحبت نیست و این رو هم عرض کردم برای اینکه در آیات قرآن و روایات دیگه ممکنه که عرض کنم که معتبر باشه. حالا اینکه حضرت ابراهیم چرا این حضرت سلیمان چرا این درخواست رو کردش، آیا نبی الله میتونه بخیل باشه یا نه، و آیا این سوال مصداق موقع هست یا نیست، اینها دیگه فعلا به بحث ما مربوط نمیشه باشه. یه روزگاری اگر تصمیم گرفتیم شبیه این جلسه رو در رابطه با حضرت سلیمان داشته باشیم، اونجا بهش خواهیم پرداخت. من خودم به طور مفصل روش کار نکردم، ولی جسته گریخته یادداشتایی دارم که در حد همین یادداشت‌های جسته گریخته میتونم بگم که نکات بسیار جالبی اونجا خواهیم دید. بریم سراغ روایت 13، روایت سوم امروز، حدیث 6778 لطفاً. 6778. خب ما دو تا روایت کوتاه داریم اگر اشتباه نکنم و بعد یک روایت طولانی. این دو تا روایت کوتاه رو من امروز بخونم ببینم چقدر طول میکشه و آیا روایت طولانی تر رو هم بخونیم یا خیر. روایت بعدی ما مربوط میشه به تفسیر العیاشی. پس شد 6778. در تفسیر العیاشی جلد 2 صفحه 350 مرحوم عیاشی روایت میکنه عن ابی بصیر
عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تعالی لم نجعل لهم من دونه سترا. حدیث معتبر نیست دیگه، قبلا در تفسیر عیاشی صحبت کردن. مرحوم عیاشی نمیتونه بیواسطه از ابو بصیری روایت بکنه که هم عصر امام باقر علیه السلام بوده. حدیث مرسل 5-6 نفر این وسط هستن بین مرحوم عیاشی تا ابو بصیر که ما نمیدونیم کیان، آیا در نقل حدیث قابل اعتماد هستن یا نیستن، و چون نمیدانیم ناچاریم توقف کنیم و وقتی توقف میکنیم حدیث از اعتبار یعنی افتاده. حالا حدیث چی ادعا میکنه؟ ادعا میکنه که از امام باقر علیه السلام درباره سخن خدا کدوم سخن لم نجعل لهم من دونه سترا، یعنی دون خورشید، اینها به خورشید برمیگرده، برای اونها ستری قرار نداده بودیم. کذالک قال لم یعلموا صنعت البیوت. امام فرمودن که اونها صنعت خانه سازی رو نمیدونستن، اونها خانه سازی بلد نبودن. ببینید یکی از جهاتی که اصلا یادتون باشه وقتی آیات رو بررسی می‌کردیم گفتیم یکی از معانیش هم میتونه این باشه و واقعا هم میتونه همین باشه. وقتی که بگیم در برابر خورشید ستری نیست، این ستر انواع و اقسام پوشش ها رو میتونه داشته باشه، از جملهش خانه و سرپناه و مسکنه که توی آیات قرآن گفتیم که بعضیا مثلا گفته بودن که نه لباس تنشون نمی‌کردن، لخ را میرفتن. ما تو آیات قرآن گفتیم هم این معنا به آیه میخوره هم اون معنا به آیه میخوره. ما فعلا توقف میکنیم، این ممکنه اونم ممکنه، حالا یه حالت سوم و چهارمی هم ممکنه باشه. خب اگر ما این حدیث رو معتبر میدانستیم میگفتیم که بس منظور اینه، حالا اینا لباس هم ممکن بوده تنشون کنن، اما منظور خدا از این لم نجعل لهم من دونه سترا این بوده که خونه سازی بلد نبودند. و حالا اینکه منظور از خونه چیه، آیا گل و اینا بوده، آیا خیمه میزدن، کپرم داشتن، یه بحث دیگه است، میگذاریم ازش. خب اما این روایت معتبر نیست و در نتیجه میگیم ما همچنان سر خونه اول هستیم. حالا ممکنه بعدا به یه روایت معتبری برسیم تکلیف رو روشن کنه ها، ما فعلا داریم سر روایت‌های غیر معتبر پیش میریم. خب عرض کنم خدمتتون که ولی اگه کسی اخباری باشه خب این میتونه معنی اون آیه باشه به شرط اینکه روایت دیگه ای نداشته باشیم که خلاف این رو بخواد بگه. اما بریم سراغ روایت 14 که میشه 67-75. دو تا حدیث بعد برید به سمت عقب. باز هم از تفسیر عیاشی است، جلد 2 صفحه 350 67-75. مرحوم عیاشی از ابو حمزه سمالی روایت میکنه، عن ابی حمزه السمالی عن ابی جعفر قال. باز هم این حدیث معتبر نیست چون مرحوم عیاشی نمیتونه بیواسطه از ابو حمزه زمان امام صادق امام باقر علیه السلام روایت بکنه. 4-5 نفر 5-6 نفر این وسط هستن، ما نمیدونیم کیان و اعتماد نمیکنیم. حالا ادعا میشه که آقای ابو حمزه سمالی از قول امام باقر علیه السلام گفتش که کان اسم ذوالقرنین عیاشا و کان اول الملوک من الانبیاء و کان بعد نوح ملک ما بین المشرق و المغرب. اسم ذوالقرنین عیاش بود. ما اون جلسات اول 8 جلسه قبل صحبت کردیم که اصلا نوع ذوالقرنین، نوع کلمه ذوالقرنین مشخصه که در فرهنگ عربی اسم نیست، یک لقب یا یک کنیه است. در اینجا ادعا میشه که اسمش عیاش بوده. عیاش از ریشه عیشه. اینو براتون بگم شاید جالب باشه. عیش یعنی زندگانی در ادبیات عرب. عایش یعنی مردی که رسم و راه زندگی رو خوب بلده. عایشه میشه مؤنثش، یعنی زنی که رسم و راه زندگی رو خوب بلده. خیلی اسم مثبتیه. عرض کنم خدمتتون که عیاش در لغت عرب به معنای کسی است که راه و رسم زندگی رو خیلی خوب بلده. عرض کنم که صیغه مبالغه عایش دیگه. حالا تو ادبیات فارسی البته معنای منفی پیدا کرده، به معنی کسی که اهل ریخت و پاش و ولنگاری و افراط و این تیپ چیز است. اما در ادبیات عرب عیاش به معنی کسی است که رسم و راه زندگی رو
خیلی خوب برده و به همین جهت هم بار معنی مثبتی داره و به عنوان اسم هم زیاد استفاده شده، هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام. حالا ادعا میشه که اسم ایشون عیاش بوده و ایشون از اولین ملوک، این اول الملوک که میگه اول الملوک به معنی اولین ملک نیست، به معنی اولین های ملوکه در ادبیات عرب. اینو تو ذهنتون داشته باشید. اول الملوک من الانبیا، از اولین عرض کنم که پادشاهان از انبیا بوده و کان بعد نوح. در اینجا دو تا ادعا داره مطرح میشه. ادعای اول اینه که آقای ذوالقرنین، یعنی سه تا ادعا داره مطرح میشه. اولین ادعاش اینه که از ملوک بوده، پادشاه بوده. دومین ادعاش اینه که پادشاه بوده که نبی هم بوده. سومین ادعاش اینه که از اولین هم بوده، از سابقون بوده، از چه میدونم اینها بوده. و کان بعد نوح، بعد از نوح هم بوده. ملک ما بین المشرق و المغرب، که ملکش، حکمرانیش بین مشرق و مغرب بودش. خب اگر این حدیث معتبر بود، ما عملا چند تا مشخصه داریم. اسمشو کشف کرده بودیم که عیاشه، کشف کرده بودیم که پادشاهه، کشف کرده بودیم که علاوه بر پادشاهی نبی هم هست، و چهارم اینکه جزو السابقون هم هستش. اما این حدیث معتبر نیست. نه رو عیاشش میتونیم حساب باز کنیم، نه رو ملوکش میتونیم حساب باز کنیم، نه روی انبیاءش میتونیم حساب باز بکنیم، نه روی بعد نوح بودنش میتونیم حساب باز بکنیم. و عرض کنم که البته اگه بازی حدیث معتبر بود، یه مطلب پنجمی رو هم شاید میشد ازش در آورد، شاید البته، و اون هم اینه که بگیم که او قبل از داوود و سلیمان و طالوت بوده، چون یه اول الملوک. او شاید بشه گفت که قبل از اینها بوده، اما هیچ کدوم از این پنج تا به کار ما نمیاد و برای ما قابل قبول نیست. ممکنه بعدا ثابت بشه از ملوک بوده، سلام نه. ممکنه معلوم بشه از انبیا بوده، سلام نه. ممکنه معلوم بشه از عیاش بوده، ما مشکلی نداریم. ممکنه معلوم بشه بعد نوح بوده، اونم حرفی نداریم. اما با توجه به این روایت ما نمیتونیم بگیم. حالا اخباری جماعت حسابش شده است. تازه اخباری جماعت باید صبر کنیم ببینه آیا یه روایت دیگه‌ای نداشته باشیم که مثلا از ملوک بودن او یا از نبی بودن او یا بعد نوح بودن او رو مثلا انکار بکنه، وقت بعد بره حل تعارض کنه. ولی خب ما اخباری نیستیم و این حدیث رو هم به جهت مرسل بودنش معتبر نمیدونیم، هرچند مرحوم عیاشی از اجلاس، از بزرگان، خودش ثقه است، اما یه ایرادی برای ایشون وارده و اون هم اینه که هم از ضعفا بسیار نقل حدیث میکرده و هم به مراسیل اعتماد میکرده. آیا نقل از ضعفا به وثاقت لطمه‌ای میزنه؟ ببینید یه مقداری وثاقت رو کمرنگ میکنه، اما اصلش رو به هیچ عنوان زیر سوال نمیبره. فرض کنید من یه آدمی ام که واقعا ثقه، مطلبی رو که از دیگران میشنوم به شدت دقیق میشنوم و به شدت دقیق سعی میکنم نقل قول کنم. ثقه یعنی اما از هر کی بشنوم نقل قول میکنم. یعنی ممکنه اون آدمی که ازش شنیدم عرض کنم که آدم ثقه‌ای نباشه، ولی همونی که اون گفته رو میگم. ببینید این میشه معنی وثاقت و این میشه این که داره از ضعفا نقل حدیث میکنه. البته یک عیب، یک ایراد در نقل حدیث، ولی خب به وثاقت لطمه‌ای نمیزنه. مرحوم عیاشی و معدودی از روات ما متاسفانه این گونه بودن. مرحوم عیاشی و برقی و احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبید و عرض کنم که شاید 2-3 نفر دیگه باشن، فکر نمی‌کنم از 6-7 نفر بیشتر باشن. علی حال حدیث مرسله و ما به هیچ کدوم اینها حساب باز نمی‌کنیم مگر اینکه بعداً دونه دونه اینها همش یا بعضیش برای ما اثبات بشه. من دیگه همینجا عرایزم رو تمام میکنم. جلسه آینده یک روایت نسبتاً مفصلی داریم که یه مقدار هم خاصه در رابطه با آب حیات و چه میدونم اون قصه هایی که بعضا ممکنه در دوران کودکی حداقل کسایی که تو سن و سال من بودن شنیده باشن در رابطه با خضر و آب حیات و ظلمات و از این تیپ مسائل هستش. انشاءالله
جلسه آینده از حدیث 15 بحثمون رو شروع میکنیم. سلامتی امام عصر و تعجیل